گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، به توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار چهارم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخی قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شرق نزدیک و میانه و هندوستان از یک طرف، از قبیله های ساحل والگا، قزاقستان، سیبیر، آسیای مرکزی و خیتای از طرف دیگر حلقه اساسی پیوند کننده گردیده بودند. ولی عالم دقیق کار از آن اظهار ناراضی می نماید که بعضی محققان غربی
اهمیت و نقش تمدن زمان برنجی ساکنان این منطقه را به طور آشکارا نادیده می‌گیرند. از جمله در اثر جدی تاریخ انسانیت، ترقیات مدنیت و علم که تحت سرپرستی یونسکو نشر شده است، راجع به مدنیت عهد برنجی منطقه آمده است. خصوصیت عمومی آن گری فلز را با راه گدازش پیدا نموده، راه‌های نو و تکنولوژی نسبتاً مرکب استخراج مس را یاد گرفتند. معدن قلعگی را در آسیای میانه اساساً از کان قرنب واقع در سمت جنوبی وادی زرافشان استخراج می نمودند.
رشد کرده بود. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عملی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار چهارم. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.